رسول الله 2 رکعت نماز خواند تحیه مسجد. قیام حالت است که بنده دستا پیشی بر میگیرد، با سر کشال جای سجده را نگاه میکند و پروردگار خود راز نیاز میگوید الحمدلله رب العالمین. حمد و سپاس و ستایش و همه نیکویی ها مر پروردگار را هست که او رب العالمین است، تربیت کننده همه عالم هاست الی آخره. بنده در قیام عاجزی خودش به پروردگار نشان میدهد، ترک دنیا همه کردگی و خدا را نیاز میگه. وقتی که رکوع کرد در رکوع چیکار میکند؟ عاجزی خودش نشان میدهد، میان خم میکند، پس میکند که خدایا من میان خم میکنم به نزد تو پروردگارا. او بنده هایی که نماز ندارن باید که ما و شما در نصف شب به حال وا بگیریم که خالق خودشون رو نمیشناسن، خدای خودشون رو نمیشناسن، به نمازهای بیچاره میبرن از دنیا به توشه، خالی و خالی میبراید میروند. به حال و ما باید بگیریم به حال به نمازها. چقدر به نماز است. اهل مشایخ میگفتن که دیوالهای حولیتون بلند کنین، مستحکم کنین، حتما دیواراتون انداور کنین، مستحکم کنین که تا که از طرق کفیدگی دیوار شما چشم یک به نماز در حولی شما نافته که کثافتی دارد. از طرقی و چشم به نماز در حولی شما نافته. امروز خانه ها پری به نماز است. خانه مسلمان و مسلمان زاده هست، میبینی در خانه چند به نماز است. آواز اذان میشنم، مسجد نمی آید، قیام ندارد، رکوع ندارد، سجود ندارد، هموت خالی از دنیا می رود. این جنازه ای که ما میکنیم فایده به او ندارد، هیچ چی فایده به او ندارد. جنازه برای مسلمانی واقعی فایده دارد. عمرش که نماز نخوانده باشد جنازه با او چی فایده دارد؟ هیچ چی فایده ندارد.